یه چیزی هست که همیشه دربارش کمتر صحبت میکنیم اما همه جا حضور داره. آدم‌هایی که تنهایی رو انتخاب میکنن. آدم‌هایی که تنهایی رو انتخاب میکنن نه گوشه‌گیرن، نه افسردن و نه ضد اجتماع. فقط با خودشون راحت ترن. شاید تویی که داری این ویدیو رو میبینی یکی از اونها باشی. و اگه هستی، ادامه این ویدیو میتونه جواب خیلی از سوالهایی رو که همیشه توی ذهنت بوده رو برات روشن کنه. از بیرون و از دید ماها کسی که بیشتر تنهاست معمولا مشکل دار دیده میشه، ولی از درون قضیه کاملا فرق میکنه. تنهایی برای این آدم‌ها مثل یه فضای خالی نیست، مثل یه اتاق روشن، آروم و قابل فهمه. بعضیا فقط وقتی که تنها میشن میتونن خود واقعیشون رو ببینن و احساس راحتی بیشتری دارن. اما سوال اینجاست، چرا ذهن این آدم‌ها در سکوت و تنهایی بهتر کار میکنه؟ وقتی اطراف شلوغه، مغز ما هی داره واکنش نشون میده. اما توی خلوت و سکوت یه شبکه از مغز فعال میشه که مخصوص فکرهای عمیقه. اینجاست که تصمیم‌های بزرگ، ایده‌های مهم و جهت‌های تازه شکل میگیرن. این آدم‌ها تنهایی رو انتخاب میکنن چون توی سکوت و تنهایی ذهنشون بیدارتره. اولین ویژگیشون اینه که ذهن تحلیلی و عمیقی دارن. وقتی تنها هستن تازه موتور فکرشون روشن میشه. ولی رابطهشون با دیگران چطوره؟ تصور اشتباه دیگه اینه که فکر میکنیم کسایی که اهل تنهایی هستن اهل رابطه و دوستی با دیگران نیستن. اتفاقا خیلی هم هستن، فقط گزینشیه. اونا چند نفر رو میخوان، نه همه رو. چیزی که میخوان رابطه عمیقه، نه رابطه زیاد داشتن. ویژگی دوم این افراد اینه که در جمع‌ها زود خسته میشن، اما یک به یک میدرخشن. ویژگی سومشون اینه که کیفیت رابطه ها بیشتر از کمیت براشون مهمه. اینا آدم‌هایی هستن که توی جمع‌های شلوغ ساکت و خاموش میشن، ولی کنار آدم‌های شفاف، آدم‌هایی که میتونن باهاشون ارتباط بگیرن، خیلی خوش صحبت و خوشمنشن. تنهایی برای این آدم‌ها چجوریه؟ تنهایی برای این آدم‌ها یک مکان نیست، یه حالت ذهنیه، یه جور منظم کردن جهان شلوغ اطرافشونه. تو خلوتشون همه چیز شفافتره. هم خودشون رو بهتر میفهمن، هم آدم‌ها رو و هم مسیرشون رو. ویژگی چهارمشون اینه که به سکوت واکنش مثبت دارن. سکوت براشون تهدید نیست، مثل یه اتاق مرتبه که مغز رو تمیز میکنه و بهشون آرامش میده. بعضیا فقط وقتی که تنها هستن میتونن چیزی رو بسازن و یا ایده رو شروع کنن، مثل نویسنده ها، نقاش ها، برنامه نویسا و تحلیلگرها. انگار ذهنشون توی شلوغی قفل میشه و توی خلوت و سکوت تازه ذهنشون فعال میشه. ویژگی پنجم این افراد اینه که توی کارهای انفرادی بهتر عمل میکنن. وقتی که تنها هستن تمرکزشون بیشتر میشه و در نتیجه خلاقیت و کیفیت کارشون هم بالاتر. کسانی که تنهایی رو انتخاب میکنن معمولاً دنیای درونی بسیار غنی دارن. داستان‌ها، ایده‌ها، تحلیل‌ها و حتی مکالمه‌های ذهنی مفصلی دارن. گاهی لازم نیست که کسی کنارشون حضور داشته باشه. ذهنشون به عنوان یک همدم براشون کافیه. ویژگی ششم این افراد اینه که دنیای درونی عمیق و فعالی دارن. گاهی چیزی که در ذهنشون میگذره براشون بسیار جذاب‌تر چیزی که توی دنیای بیرون داره اتفاق میفته. آدم‌هایی که تنهایی رو دوست دارن معمولاً از لحاظ احساسی وابسته نیستن. نه بی احساسن، نه سرد. اتفاقاً دقیق و حساسن، اما کنترل شده. تنهایی بهشون آزادی میده که بدون نیاز ارتباط بسازن. ویژگی هفتمشون اینه که استقلال احساسی و فکری دارن. اونا میتونن کنار کسی باشن بدون اینکه بهش وابسته بشن و خودشون رو گم کنن. تنهایی برای همه آدم‌ها ضعف نیست، زره نیست، قفس نیست. تنهایی براشون مثل یک آینه است. خود واقعیشون رو بدون هیچ نویز و فیلتری بهشون نشون میده. این آدم‌ها معمولاً در مسیر زندگی انتخابگرتر، عمیق‌تر و آگاه‌تر و دقیق‌ترن. نه از جامعه بریدن و نه دلسردن. فقط یاد گرفتن اول با خودشون خوب باشن.
اگه تو از اون دست آدم‌هایی هستی که توی تنهایی به آرامش میرسی، اگه همیشه حس کردی توی خلوت نسخه واقعی و شفافتری از خود ظاهر میشه، این کانال دقیقاً جای درستیه. قراره توی ویدیوهای بعدی بریم سراغ این موضوع که چطور تنهایی میتونه تبدیل به قدرت بشه، چطور رابطه‌های بهتری بسازیم و چطور دنیای درونمون رو مدیریت کنیم. پس حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو هم حتما بزن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوی دیگه با عشق، بدرود.